رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در دوره سفری رسمی به فدراسیون روسیه در بینای حکومت شهر مسکو با رئیس شهر مسکو سرگئی سابیانین ملاقات نمودند. محک اساسی واخوری را محاکمه مجموعی مسئله‌های مربوط به همکاری‌های دوجانبه میان شهرهای دوشنبه و مسکو و در این رابطه معین نمودن سمت‌های افضلیت‌ناک رابطه‌های من بعد تشکیل داد. تاکید کردند به مورد است که هنوز 29 نوامبر سال 1996 بین حکومت شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان و حکومت مسکو فدراسیون روسیه سازشنامه درباره همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، علمی، تکنیکی و فرهنگی به امضا رسید که آن به رابطه‌های دوجانبه استراتژی دو شهر اساس گذاشت. وابسته به این اشتراکچیان واخوری اید به مضمون نو پورا نمودن سطح همکاری‌های سودمند در این زمینه با امضا رسانیدن برنامه نوی همکاری بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و حکومت شهر مسکو برای سالهای 2020-2023 مبادله افکار نمودند. در واخوری با مسئله مهاجرت مهنتی و راه‌های حل مشکلات مهاجران در رابطه با پهنشوی پاندمی کرونا ویروس توجه خاص ظاهر گردید. ضمن مذاکرات جانب‌ها با توسعه همکاری‌های تجارتی، اقتصادی و گومانیتاری فرهنگی، پرینسیپ‌های شریکی استراتژی، همکاری‌های بین منطقوی، مسئله‌های مربوط به فعالیت مشترک در سمت پیشگیری سرایت بیماری کرونا ویروس، فعالسازی همکاری‌های تجارتی، اقتصادی و در این روند به راه ماندن رابطه‌های مستقیم بین سوبیکت‌های خواجگیداری طرفین و جلب سرمایه، جانو کردن سطح همکاری‌ها در ساحه معارف، رشد و تحکیم همکاری‌های علمی، تکنیکی، تندرستی و سیاحی، بلند برداشتن سطح آموزش زبان روسی در تاجیکستان، همچنین تربیت کادرها و از نوسازی بازه مادی تکنیکی خدمات کمونالی اظهار نظر کردند. در فرجام ملاقات بین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و حکومت شهر مسکو برنامه همکاری برای سالهای 2020-2023 به امضا رسید. با آن رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رئیس شهر مسکو سرگئی سابیانین امضا گذاشتند. برنامه با مقصد توسعه رابطه‌ها در مساعدت با رشد اقتصادی شهرهای دوشنبه و مسکو روانه گردیده سمت‌های افضلیت‌ناک ادامه همکاری بخش‌های تجارتی و اقتصاد، انفراساختار راه و نقلیات، شهرسازی، آبادانی حدود شهر، صاحبکاری، سودا و خدمترسانی، تلکمونیکاسیا و تکنولوژی‌های اطلاعاتی، صنعت و اینوواسیا، معارف و علم، تندرستی، سیاست جوانان و ورزش را فرا می‌گیرد. رئیس شهر دوشنبه از رئیس شهر مسکو دعوت به عمل آورد که در وقت برایشان مناسب با سفری رسمی به دوشنبه تشریف بیاورند. دعوت با قناعتمندی قبول گردید. با همین نخستین سفری رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به فدراسیون روسیه که با نتیجه های نظررس به نقش مؤثر در تحکیم و گسترش مناسبت های دوستانه دوجانبه تاجیکستان و روسیه به انجام رسید. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.